تو بحث اختلافاتی که داشتم میگفتم، یکی از موضوعاتی که اختلاف رو خیلی زیاد می‌کنه، میخوام توضیح بدم. تذکر پیاپی یک موضوع، اینقدر حرفو چند بار نگید، اثر عکس داره. من دیدم تو بعضی از خانم‌ها آقایون عادت کردن این حرفو 1000 بار میگن. من میگم مامانا خانم‌ها بعضی وقتا حرف زدن بیش از اندازه و گفتن یک تذکر تقابل میاره، لجبازی میاره، اختلافو بیشتر میکنه. مثلا اساتید میگن بهترین نوع تذکر فقط یادآوریه و اگر جواب نداد باید روش عوض کنید. مثلا بچه امتحان داره، چهارشنبه مامان میگه که آقا محمد راستی شنبه امتحان داری یا با درستو بخونید. باشه حل این بعد پسرا میگن حل، آدم بیشتر میترسه. خدمتتون اینجوری است و اینا. بعد دیگه نباید بگه تا جمعه محمد جان فردا امتحان داری یا من پیروزم بهت گفتم. این روشه. ولی من دیدم تذکر پیاپی توی این موضوع میدن. پشو ما همون چهارشنبه پشو محمد جان پشو بخون، پشو عشقم، پشو فدات جان، پشو بخون، پشو دستو بیار، پشو کتابتو بیار مهمان، پشو دیدی پشو این پشو اینقدر زیاد میشه. پشو اون باباتم که اونجا نشسته خیلی سرش مهندسه، پشو تو یه چیزی به این بچه بگو. آمد اعصابش خورد میشه. پشو اونم میگه مامان بیا تو بخون، دوست داری بخونی. من که نمیخونم. دیدی اینقدر میگه. بعضی وقتا من میگم خانم‌ها که اینقدر اینجوری میگن، باید بعضی وقتا خودشون بدونن که این تذکر اذیت میکنه، به هم میره زندگی رو. من به آقای میگم که اگه دی خانمتون از این تذکرهای زیاد داره میده و روش عوض نمیکنه، چون با تذکر پیاپی خیلی کارا حل نمیشه، باید روش عوض کنیم. روش مثلا رقابتی، روش الگویی، روش تشویقی و روش‌های دیگه. مثلا سر سفره آقا بگه که موقع شام خانم بعد از غذا سفره رو جمع می‌کنی، ظرفا رو بذاری توی سینک. خانم چی میگی؟ آره این کارو میکنه است. میگه تا کی من کلفتت میکرده؟ من میکردم دیگه. بعد 2 دقیقه میگه این کارو بکن دیگه، ظرفا رو بشورا. باشه نگو. 2 دقیقه بعد میشوری؟ باشه. آقا داریم شام میخوریم، بشور دیگه. نمیخوام اصلا بشورم. ببین هیچی نبود، فقط 4-5 بار آقا سر سفره حرفو گفت. چقدر زشت زننده است. این تکرار بعضی وقت اذیت میکنه. ما اجازه بدیم طرف مقابلمون خودش آنالیز کنه حرف رو. الان خانم میگه که آقای دکتر نگیم انجام نمیدن که، تازه میگیم کار انجام میده. من میخوام میگم گفتن و انقدر خرج نکنید که حرفتون دیگه بی اثر بشه، روشتون عوض کنید. بسیار خوب. جایگاه خودتون از دست ندید.